سلام، خیلی خوش اومدید به کانال مسیر رشد. من فرزان هستم و قراره توی این ویدیو مطالبی یاد بگیرید که هیچ کجای دیگه نمیتونید یاد بگیرید. قراره امروز یاد بگیرید که چطور مغزتون رو هک بکنید تا بتونید به هدفهای بزرگتری برسید. پس با من همراه باشید. حتما تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضیا انگار جادویی چیزی بلدن که اینقدر سریع به اهدافشون میرسن. اما بذارید یه رازی رو بهتون بگم، هیچ جادویی در کار نیست. اونا یاد گرفتن که چطور مغزشون رو برنامه‌ریزی بکنن. مغز ما مثل یک ابر کامپیوتره. هر چقدر اونو بهتر تنظیم بکنیم و تنظیمات بهینه‌تری داشته باشه، قطعاً ما رو میتونه به جای خیلی بهتری ببره. امروز میخوام 5 تا راز رو بهت یاد بدم، 5 تا راز علمی که با استفاده از اونا بتونی سریعتر به اهدافت برسی. این روش‌ها با اینکه ساده‌اند ولی قول میدم که زندگیت رو عوض میکنه. خب قبل از اینکه بخوایم این رازها رو در موردشون صحبت بکنیم، بیاید مغز خودمون رو بررسی بکنیم. مغز ما توی طول روز هزاران تصمیم میگیره، از اینکه صبح چی بپوشه تا اینکه فلان پروژه رو چجوری تمومش بکنه. اگه ما بلد نباشیم که مغز خودمون رو بهینه بکنیم و تنظیم بکنیم، قطعاً توی چرخه اشتباهی میفتیم. چرخه هایی مثل استرس، اهمال کاری یا حتی تصمیم‌های اشتباه. حالا خبر خوب چیه؟ علم ثابت کرده که با استفاده از چند تا تکنیک ساده شما میتونی عادتهای جدید توی خودت به وجود بیاری. ذهنتو تقویت بکنیم و آماده کنیم واسه موفقیت و تمرکزتو چندین برابر بکنیم. ما توی کانال مسیر رشد دنبال راهکارهای علمی و عملی هستیم که واقعا جواب بدن. امروز 5 تا تکنیک رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم که چطوری با استفاده از اون میتونی مغز خودت رو بهینه بکنی. راز اول، قانون 1% پیشرفت. مغز ما عاشق کارهای کوچیکه. نمیشه یه شب خودتو تغییر بدی. نمیشه یه شب تبدیل بشی به اون آدمی که خیلی خواسته یا فلان هدف بزرگ رو تیک بزنی. شما اگه میخوای کتاب خون بشی، نمیتونی بگی که من روزی 100 صفحه کتاب میخونم، یا بگی مثلا من روزی 2 ساعت 3 ساعت ورزش میکنم. نه، مغز وقتی چیزای بزرگ میبینه یهو خودش هنگ میکنه، دیگه اون کار رو سمتش نمیره. ممکنه اول کار رو بره رهاش میکنی، میری دوچار همون اهمال کاریه میشی، دوچار اون استرسه میشی. حالا راهکار چیه؟ راهکار اینه که فقط 1% پیشرفت. آقا روزی 5 صفحه کتاب بخون، روزی 5 دقیقه ورزش کن. همین عادتهای کوچیک، علم ثابت کرده اینو، که همین عادتهای کوچیک توی مغزت مسیرهای عصبی جدیدی میسازه و همین عادتهای کوچیک رفته رفته تو رو تبدیل به یه آدم بهتری میکنه. اگه میخوای تغییر بکنی، دنبال یه شب عوض شدن نباش. شما فقط کافیه روزی 1% پیشرفت بکنی. فکر میکنی بعد 1 سال چقدر عوض شدی؟ اما راز دوم، مدیتیشن. شاید پیش خودت بگی که من آدم مدیتیشن انجام دادن نیستم، یا من زمانشو ندارم، وقت ندارم بابت این کار رو بذارم. اما جالبه بدونی علم اینو ثابت کرده که فقط 10 دقیقه مدیتیشن توی طول روز میتونه تمرکزتو چندین برابر بکنه، میتونه استرستو کاهش بده و میتونه ذهنتو قوی تر بکنه. لازم نیست برای انجام دادنش حتما بری توی جنگل، بری توی کوه. فقط یه جای آروم پیدا کن، چشماتو ببند و رو نفسهات تمرکز کن. فقط به نفسات فکر کن. بعد 10 دقیقه خودت میبینی که چه اتفاق توی تو به وجود میاد. برای کسایی که تا حالا انجام ندادن، بهترین چیز اپلیکیشن های گوشیه. شما میتونید از اپلیکیشن ها استفاده بکنید، اپلیکیشن هایی که مخصوص مدیتیشنه. اینو بدونید که موفق ترین آدمای دنیا حداقل روزی 10 دقیقه مدیتیشن کار میکنن. پس شما هم دست کمش نگیرید. اما تکنیک یا راز سوم همون قانون 2080 یا قانون پارتوه. توی قانون پارتو میگه که 20% کارها توی طول روز 80% نتایج رو میده و 80% کارهایی که انجام میدید فقط 20% نتایج رو میده. توی ویدیو قبل هم در مورد این تکنیک صحبت کرده بودیم. اما راهکار چیه؟ هر شب قبل از خواب 3 تا از کارهای مهمت رو بنویس.
و فردا فقط همون 3 تا رو روش تمرکز کن. سعی کن اونا رو به بهترین نحو انجام بدی و بقیه کارها رو بسپار به روز بعد. جالبه بدونید این قانون 2080 تمام جاهای زندگی صادره و شما توی هر رسته و هر صنف و هر شغلی هم نگاه بکنید دقیقاً همینه. توی هر تجارتی نگاه بکنید می‌بینید 20% کارها 80% نتایج میده و آدم‌های موفق یاد گرفتن که تمام تمرکز و سرمایه‌شون رو روی اون 20% بذارن. اما تکنیک یا راز چهارم خواب با کیفیته. شاید فکر کنی که اگه کمتر بخوابی میتونی بیشتر کار بکنی. ولی علم میگه که این کاملا اشتباهه. حداقل 7-8 ساعت خواب با کیفیت توی طول شبانه روز میتونه حافظت رو تقویت بکنه، تمرکزت رو بیشتر بکنه و خلاقیتت رو بالا ببره. اما اگه خواب کافی نداشته باشی، هم تمرکزت رو از دست دادی، هم حافظت درست کار نمیکنه، هم ممکنه تصمیمات اشتباه بگیری و یا بد اخلاق باشی. حالا چطور خواب بهتری داشته باشیم؟ اول یه برنامه خواب ثابت درست کن. شبا سر یه ساعت خاص بخواب و صبحها سر یه ساعت خاص بیدار شو. دوم، از 1 ساعت قبل خواب گوشی یا تبلت دستت نگیر. علم ثابت کرده نور آبی تبلت یا گوشی باعث میشه که ساعت بیولوژیکی مغزت از کار بیفته. البته یه دمنوش بابونه، یه کتاب سبک یا یه موسیقی لایت هم میتونه به شما کمک کنه. اما راز پنجم یا آخر، یادگیری مداومه. مغز مثل یه عضله است. هر چقدر ازش بیشتر کار بکشی قطعاً قوی تر میشه. یاد گرفتن نه تنها میتونه تو رو بیشتر به موفقیت نزدیک بکنه، بلکه میتونه مسیرهای عصبی جدیدی توی مغزت ایجاد بکنه. برای یاد گرفتن میتونی یه کتاب تازه بخونی، میتونی یه مهارت جدید یاد بگیری، میتونی یه زبان جدید یاد بگیری. خب اینجا 5 تا تکنیک رو یاد گرفتید که بتونید مغز خودتون رو هک بکنید. پیشرفت برای قدم‌های کوچیک، مدیتیشن برای مغز لیزری، قانون 1% رشد، قانون 2080، خواب با کیفیت. یادت باشه این تکنیک ها بسیار سادن، ولی قول میدم اگه حتی یکیشون رو استفاده بکنی تأثیرش رو روی زندگیت میبینی. حالا یه سوال ازت دارم. اولین تکنیک که از این 5 تا میخوای شروع بکنی کدومه؟ حتما توی کامنت ها به من بگو، منتظر خوندنشم. ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از ویدیوهای بعدی جا نمونی. من فرزان هستم و اینجام تا با هم به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم. تا دیدار بعدی موفق و پر انرژی باشید.